باورتون میشه کشوری در قاره آسیا وجود داره که جشن کریسمس در اون ممنوعه؟ تاجیکستان، کشوری کوهستانی در آسیای مرکزی که 9 میلیون نفر جمعیت داره و کوچکترین کشور قاره آسیا محسوب میشه. مساحت این کشور 143,000 کیلومتر مربعه. ادیان و فرهنگ‌های متفاوت در این کشور حضور داشتند، از بودا گرفته تا مانوی. در روزگاران قدیم پادشاهانی مثل هخامنشی و سامانیان بر این سرزمین تسلط داشتند. تاجیکستان امروزی بخشی از امپراتوری هخامنشی ایران باستان بوده. تاجیکستان با افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان هم‌مرز و همسایه است. تاجیکستان امروزی بخشی از امپراتوری هخامنشی ایران باستان بوده که در قرن 4 پیش از میلاد مسیح توسط اسکندر مقدونی تصرف شد. مردم این کشور به زبان فارسی تاجیکی صحبت میکنن. بعضی هاشون هم به روسی تسلط دارن. واحد پولشون هم سامانی تاجیکستانه. نظام حکومتی این کشور جمهوریه و پایتخت شهر دوشنبه است. مردم این کشور اکثرا مسلمان و سنی مذهبن و مثل مردم ایران جشن نوروز دارن و سمنو میپزن و 7 سین پهن میکنن و برای ماه مبارک رمضان احترام قائلن. روزه میگیرن و به عبادت و خواندن قرآن میپردازن. یک سری از قوانین تاجیکستان خیلی عجیبه. مثلا برگزاری جشن کریسمس در این کشور ممنوعه. برگزاری جشن تولد در اماکن عمومی مثل کافه ها هم ممنوع اعلام شده. پوشیدن لباس باز و دامن کوتاه هم ممنوعه. گریه با صدای بلند و شیون کردن در مراسم عزاداری هم ممنوعه. برگزاری جشن پایان سال تحصیلی، گذاشتن اسم خارجی و عربی برای کودکان هم ممنوعه. یک سری آداب و رسوم عجیب غریب تر هم توی این کشور هست. مثلا مراسم عروسی توی این کشور 7 شبانه روز طول میکشه و عروس 5 روز اول مراسم رو در منزل پدری میمونه و روز 6 به منزل داماد میره. مراسم ماه عسل هم 40 روز زمان میبره که کل 40 روز رو در منزل والدین داماد به سر میبرن. هزینه زندگی و تحصیلات دانشگاهی در این کشور بسیار پایینه و خونه و آپارتمان‌های زیادی با قیمت مناسب برای اجاره وجود داره. از صادرات مهم این کشور هم میتونیم به پنبه، آلومینیوم، روغن گیاهی، منسوجات و میوه اشاره کنیم. به خاطر سابقه تاریخی زیادی که در این کشور وجود داره، موزه و آثار باستانی و دیدنی‌های زیادی در این کشور هست. از جمله پارک رودکی، منطقه حصار قلعه، مقبره رودکی، مزار خواجه علاءالدین، موزه ملی تاجیکستان، موزه مردم نگاری و مجسمه اسماعیل سامانی. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانال رو سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوی بعدی ما که در مورد کشور تاتارستان هست باشید.